15 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар вилояти Хатлон ба ноҳияи Вахш ташриф оварданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои муассисаи давлатии мактаб-интернат барои кӯдакони ятим ва бепарастори ноҳияро дар деҳоти ба номи Рӯдакӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти иҷтимоӣ дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби сармоя ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои 480 ҷойи нишаст дар ду баст сохта шудааст. минатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. برای ما یتیمان چنین مؤسسه نو زمانوی را با تمام شرط و شرایط های معاصر به استفاده قرار دادند. ما هیچ وقت خود را تنها و بیکس حس نمی کنیم، زیرا از نظر پیشوای ملت دور نیستیم. بر ضمن این همه غمخواری های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وعده می دهم که با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده صاحب کسب گردیده بر وطن عزیز خود سهم خود را می گذارم. مکتب اینترنت از 6 بینوی الهیده، بینوی اساسی دوآشیانه، خوابگاه، آشخانه، مهمانخانه، بنگاه طبی و بینوی محافظان عبارت می باشد. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2021 آغاز شده با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان معاصر انجام یافته است. در روند کارهای ساختمانی بیش از 50 نفر متخصص و ساختمانچی جلب گردیدند. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای اساسی دارای 8 کابینت فنی از قبیل بیولوژیا، گئوگرافیا، انفرماتیکا، زبان و ادبیات تاجیک، حجره روانشناسی، کتابخانه معاصر، حجره‌های کاری مأموریت، آموزگاران و مربیان، 8 تخته الکترونی و سیمخانه‌های ابتدایی میباشد. خواننده صنف نهم همین مؤسسه محیدین و نگارم میباشم. من اولا منتداری خویش را به شما اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما یتیمان چنین مؤسسه نو زمانوی را با تمام شرط و شرایط های معاصر به استفاده قرار داده. ما خود را هیچگاه تنها یا بیکس حس نمی کنیم، زیرا هیچ وقت از نظر شما دور نیستیم. میخواهم در نزد شما پاره از شاهنامه فردوسی قرائت نمایم. فریدون نهادت دو دیده برا، سپاه و کلاه آرزومند شاه. چو هنگامی برگشتنی شاه بود، پدر زان سخن خود کی آگاه بود. همه شاه را تخت پیروزی ساخت، همان تاج را گوهر اندر نشاخت. پذیرش شدن را بیاراستند، میار و درامشگران خواستند. تبیره ببردند پیل از درش، ببستند بدین همه کشورش. بدین اندرون بود شاه و سپاه، یکی گردی تیره برآمد زیرا. هیون و برون آمد از تیرگر، نشسته برو بر سواری بدر. خروشی برآمد از آن سوگوار، یکی زر تابوتش اندر کنار. سیمخانه‌های مکتب اینترنت با تجهیزات تعلیمی زمانوی، میز و کرسی و عیانیت درسی پورا تامین است. در کتابخانه مکتب اینترنت امکانیت مساعد برای مطالعه ادبیات درسی، علمی و صحوی فراهم می باشد. من زهرا صاحب جمال اشتراکچی مسابقه‌های جمهوری آید و شمشیرزنی بین کودکان و نوجوانان بوده در سطح جمهوری امسال سزاوار جای یکم گشتم. من به ورزش شمشیرزنی خیلی شوق و رغبت زیاد دارم، چون که اجدادان ما آریایی ها با مردانگی و متانت خود در جهان نامور بودند. آریایی ها در تربیت فرزندان حتی در محیط مکتب ها به ورزش به مانند شمشیرزنی، کماوری و اسب‌سواری دقت کمال می‌دادند. من می‌خواهم در آینده به مثل چمپیونی جهان زیربانی‌سا رستم‌آور که نام تاجیکستانیان را در عرصه جهان با کماوری مشهور گردانیده بود، در رشته شمشیر
شمشیرزنی پرچم بردار کردم. سال پنجم است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در کشور برگزار می‌گردد. برگزاری آزمون مذکور به هر یک نماینده قشر جامعه علل خصوص به ما خوانندگان تأثیر عمیق گذاشت تا که همگان چون یگانمان پیوسته به مطالعه کتاب و به این واسطه به فرهنگ و تمدن خود رو بیاریم. من یکی از اشتراکچی و غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از نامیناسیون ایجاد نثر سزاوار جای سیوم گردیدم. من تمام 5 سال پیوسته از ادبیات بچگانه، کلاسیک، معاصر تا ولایت را خط گرفتم. مطالعه زیادی کتاب‌ها امکان داد که من به ایجاد نظم و نثر رو بیارم. حالا باشد از ایجادیات بچگانه‌ام را قسمتی به شما منظور می‌نمایم. تاجیکستان پرچمت پاینده باد، 7 اختر در رویت تابنده باد، رنگ سبزت نور بخشاید به ما، رنگ الوان و سپیدت در سما، تاج آن میراث کیشاهی به ماست، رنگ های پرچمی ما پرجلاست، فخر آن داریم که تاجیک زاده ایم، از نژاد ملتی آزاده ایم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تربیت گیرندگان مکتب اینترنت را با استفاده از شرایط فراهم شده برای آموزش بیشتر علم‌های معاصر و دقیق، کسب و هنر، از خود کردن تکنولوژی زمانوی و زبان‌های خارجی هدایت نمودند. سخن‌های پیشوای ملت تا آخر عمرمان در دل‌های ما باقی می‌ماند و ما در تمام زندگیمان سخن‌های او را پیش رویمان می‌آوریم و با سخن‌های او همه وقت فعالانه کار و زندگیمان را پیش میبریم. من با آموزش فن بیولوژی شوق و رغبت زیاد دارم. پیشرفت ترقیات علم و تکنیک و تکنولوژی معاصر ما را وادار می‌سازد که اساسهای علم و فناوری را از خود نماییم. در سمت اختراعات و کشف دانش‌های نظریوی کوشش بی‌اندازه نماییم. توجه پیشوای ملت نسبت نسل نورست که سالهای 2020 و 2040 را 20 سالگی آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلان گردیده است. ما وعده می‌دهیم که از این شرایط‌های مساعد استفاده برده با بهای خوب و اعلی خوانیم و چون متخصصان ورزیده ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق خدمت نماییم. طبق اطلاع حالا در مؤسسه 285 نفر کودک یتیم و بی‌پرستار به تعلیم و تربیت و زندگی فرا گرفته شدند. تمام بیناهای مکتب اینترنت با نظام مستقل گرمیدهی پیوست میباشد. صمیمیت و سپاسمندی کل خوانندگان مؤسسه اینترنت کودکان ناحیه وخش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما یتیمان چنین مؤسسه نو و زمانوی را با تمام شرط و شرایط‌های معاصر بنیاد و به استفاده قرار داده است. وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نماییم و پرچمبردار این دولت و این ملت شویم. بنگاه طبی مؤسسه دارای تجهیزات نو برای رسانیدن کمک اولیه طبی میباشد. در مکتب اینترنت ناحیه وخش بنگاه سلامتی ساخته به استفاده داده شد که با شرایط‌های معاصر زمانوی یعنی با طلبات‌های جهانی یعنی جوابگو میباشد. ساخته اینا به استفاده داده شد. خدمت رسانی طبی را در سطح بلند ما به یتیمان و بی‌پرستاران میرسانیم. خوابگاه مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بی‌پرستار ناحیه وخش از 3 آشیانه عبارت بوده با شرایط معاصر برای 350 کت ساخته شده است. در حجره‌های خواب برای استقامت و درس تیارکنی خوانندگان لوازمات ضروری تامین گردیده است. تالار مجلس که در آشیانه یکم خوابگاه جایگیر است دارای 160 جای نشست میباشد. مساحت عمومی انشاءات 4 گکتر را در بر گرفته با طرح معاصر و با استفاده از عنصرهای شهرسازی ملی بنیاد شدند. از نام کلی آموزگاران همین مؤسسه میnnadاری خودم رو با پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای کودکان مؤسسه ما چنین یک مکتب زمانوی به استفاده دادن. وعده میدهیم که نسل نورس رو در
روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی تربیت کرده همچون شخصانی با اعتماد وطن به کمال میرسونیم. کابینت های فنی نمیرسید، صنفخانه های ما تعمیر طلب بودند. وزیر در مؤسسه نو بیناهای خانیش تازه و آزاده، کابینت های فنی، بیولوژی، گیوگرافیا و دیگر کابینت ها با دستگاه های الکترونی مجهز شده است. ما میتونیم سطح خونشی طلبه را باز هم با صفتی بلند انجام دهیم. صحن مؤسسه را بیشتر از 800 درخت همیشه سبز و سایه افکن زیب و زینت بخشیده نمودهای گوناگون گلهای موسمی و آرایشی شنونیده شده است. مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و به پرستاری ناحیه وخش دارای آشخانه زمانوی بوده طعام و خورش‌های گوناگون آماده کرده می شود. در ادامه به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نقشه بنیاد بیناهای کسب آموزی، ماموریت، ورزشگاه، میدان تنیس، حوض شناوری، باغ و گلگشت برای یتیمان و بپرستاران مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بپرستار ناحیه وخش معرفی کرده شد. اطلاع داده شد که مساحت مجموعه انشاءات ساخته شونده کسب آموزی، ماموریت، ورزشگاه، میدان تنیس، حوض شناوری، باغ و گلگشت 2 گکتار زمین را تشکیل داده در همکاری با شریکان رشد عملی کرده می شود. با بنیاد بینای 4 آشیانه کسب آموزی و انشاءات دیگری زمانوی برای رشد ذهنی و جسمانی تربیت گیرندگان شرایط بهتر و موثر فراهم آورده می شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولان جهت انجام با صفت کارهای ساختمانی در انشاءات ساخته شونده و جلب کارگران محلی در روند کارها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با 285 نفر کودک یتیم و بپرستار تحفه ها تقدیم نموده با آنها صحبت صمیمی آراستند. وقتی که اینقدر مؤسسه زیبا با شرایط درجه عالی مهیا شده است، چیکار کردن در کار بچه‌ها؟ خواندن در کار. من شما را از جان خودت زیادتر دوست دارم. همین غمخواری برای شما، برای نسل‌های جوان، نسل‌های نوبسیده که برای شما خوابید، صاحبی سواد کردید، دانش خوب می‌دارد و زبان‌های خارجی را دارید. آینده متخصص‌های ورزیده شوید. تحفه های سرور دولت از مجموعه لباس زمستانه، شیم و کاستیوم، بالاپوش، کرته های بچگانه و دخترانه، پایافزال، شیرینی، کمک مالی یک وقتینه و دیگر لوازمات ضروری عبارت بود. کودکان از این تحفه ها که برایشان ارزش مهمی مادی و معنوی دارد با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار مینه‌داری بیان نمودند. هنگام صحبت با کودکان سرور دولت تاکید داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه به قشر نیازمند جامعه به خصوص یتیمان توجه همه‌جانبه روانه میکند. رهبریت دولت و حکومت تاجیکستان سرپرستی یتیمان را به دوش خود گرفته تا به حیات مستقلانه قدم نهادن آنها و برای تعلیم و تربیت آنها شرایط ضروری را مهیا می‌سازد. در جمهوری تاجیکستان یگان یتیم از لطف و مهربانی پدرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نصیب نمانده آنها همیشه تحت حمایه دولت قرار دارند. کی گفت که ما پدر نداریم؟ کی گفت که ما سپه نداریم؟ داریم پدر که پیشوا است، در هر قدم به فکر ما است. از صحبت و تشریف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان طبع تربیت گیرندگان بالیده گردیده شادی و نشاط کودکان و نورسان را حد و کنار نبود.